در حدیث رسول خدا می فرمایند دروازه توبه چنان دروازه وسیع است که یک انسان اسب سواری اگر بخواهد که از این طرف دروازه تا به این طرف سیر بکند، اگر چندین سال را روان بشود باز هم او دروازه را طی کرده نمیتواند. او دروازه چی وقت بسته می شود؟ او دروازه در دو وقت مسدود می شود. یک وقتی که ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر، او هنگامی که نفس به حلقوم برسد، او وقتی که فایده نمی کند که انسان بگه اشتباه کرده. مثل توبه فرعون توبه کرد زمانی که به دریا غرق شد، گفت آمنت برب هارون و موسی، گفت خدایا ایمان آوردم به رب هارون و موسی. اینجا جبرائیل از اون لوش دریا برمی دارد، بر دهن فرعون میزند الان و قد عصیت قبله و کنت من المفسدین. آیا ای انسان بدبخت الان ایمان آوردی که بودی از جمله مفسدین در روح زمین؟ یک وقت است، نگذاریم که نفس به حلقوم برسه. نفس به حلقوم رسید توبه قبول نمی شود. هنوز نفس من و تو خواهر و برادر به حلقوم نرسیده، هنوز فرصت داریم، هنوز دروازه توبه بر روی من و تو باز است. یک مسدود شدن یکی از جمله علامتهای کبرای قیامت. آن هنگامی که این خورشید از طرف مغرب طلوع کند، در این روزها میبینیم از طرف مشرق طلوع میکند. یکی از علامتهای آخر الزمان اینه که ناگه که انسانها از خواب بیدار میشوند که خورشید از طرف مغرب طلوع کرده. آن هنگامی است که دروازه توبه بسته می شود. همه کفار ایمان میارن، به حالشان فایده نمی کند. فساق همه متقی میشن، به حالشان فایده نمیکنه. اون خواهر بی حجاب در اون لحظه با حجاب بشه، به حالش فایده نمیکنه. او انسان بدبخت و شقی هر قدر بگه یا الله اشتباه کردم، دیگر توبهش پذیرفته نمیشه. پس سروران عزیز و بزرگوار، هنوز خورشید از مغرب طلوع نکرده، هنوز نفس به حلقوم نرسیده، دروازه توبه باز است. بیا محبوب خدا شو، بیا دوستی خدا شو. با یک ندامت و پشیمانی درگاه الله درگاه نومیدی نیست.